جهل ملعون صبر و طاقت از دست داد و در نزد خانه خدا نسبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اهانت روا دید، دشنام حقارت کرد حضرت. اما دید که حضرت وقتی که مثل که استوار است، اعتنای به سخنهاش نمیکند، به همه عبادت خود به طواف خود مشغول است، یک سنگی را گرفته جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم هوا داد و پیغمبر خدا را مجروح کرد، یک زخمی در سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذارید و کسی هم پشتیبانی نکرد. ساعتی نگذشته بود که حمزه امکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هنوز اسلام قبول نکرده بود از شکار بازگشت. کمان شکاری در دست و در سر کتفش پرنده ها و خرگوش های شکار کردگیش آویزان می آمد که یک کنیز دیدش، گفت خبرش کرد. و بعض روایت کنیز امیه ابن خلف گفت برادرزاده تا مجروح کرد ابو جهل در نزد خانه خدا. حمزه یک روز نزد کعبه آمد، دید که در حجر اسماعیل علیه السلام ابو جهل همراه چند نفر از رفیقاش نشسته است. آمد گفت ای بزدل ملعون، تو چنان جرأت کردی و نسبت برادرزاده من اهانت روا دیدی؟ تو پدرسگ، گفت نمیدونی که من در دین محمد صلی الله علیه و سلم هستم. و به همون کمانش کشید، در فرق سر ابو جهل چنان یک ضربه نواخت که سرکفی خون جاری شد از پیشای چشماش. چند نفر از بنی مخزوم خواستن که به پشتیبانی بخیزن، اما ابو جهل که غیرت حمزه را میدونست، ننگ ناموسی بنی هاشم را میدونست، سر رهی رفیقه و خیش تباراش گرفت، گفت نه عیب از من گذشته است. درست کرد، عیب از من گذشت که من برادر زاده ای را به یگان وجه آزار داده بدم. شما گفت در این کار خوش نشوید. و از زبان حمزه به اختیار کلمه اسلام برآمد که من مسلمان شدم، تو مگر نمیدونی؟ حال آنکه اسلام نآورده بود، از تعصب باری اول این سخن گفت. بعد یک روز نزد محمد صلی الله علیه و سلم اومد احوال پرسیش کرد، گفت که ولی من اسلام نآورده در میان مردم اعلان کردم که مسلمان شدم، انا که اسلام عرضه دارده من مسلمان شدم. برای مسلمانان یک دولت بزرگ بود، یک شیرمرد، یک شیردل، شخصی که هیچ کس جرأت نمیکرد که رو بروش ایستاده و یگان سخن اهانت آمیز گوید مسلمان شده است. این بسیار دولتی بزرگ بود، مسلمانان بسیار شاد و فرحناک شدند. از بین 3 روز دیگر گذشته بود که یک خبری خوشی دیگر رسید در امو حالت و وضعیت هایی که بالای اسلام و مسلمانان ابرهای تیره و تاری جهل و ظلمت آویزان بود. بشارت به اسلام حضرت عمر ابن خطاب رسید. عمر ابن خطاب نیز یکی از همه شیردلای قریش بود، بسیار تندخو است، تیز بود، هر گپ برداشت کرده نمیتونست. حضرت عمر بسیار قوی هیکل بود، 2 متر قریب قامتش بلند است، پهلوهای پهلوان، گوشتینگیر، جسور و بسیار با غیرت و با حمیت بود. تعصبش بسیار بلند بود. چرا مسلمان نشد در ابتدا؟ از سبب آن که گمان میکرد که همون راهی که آبا و اجدادش پیش گرفتند راهی درست است. حتی مسلمانان را مذمت میکرد که چرا شما میخواهید که دینی را که جد و اجداد شما پیروی میکردن امروز ترک کنید، در زیدش برخیزید. و وقتی که یک عده از مسلمانان مجبور به ترک وطن شدند و به حبشه هجرت کردند، حضرت عمر از خشم خوابش نمیبرد، از بس که حالی او قدر عقلش کامل شدگی نبود، حالی ایمان نداشت، مسلمان نشده بود. از همین خاطر گمان میکرد که سببگاری همه عذاب و مشقت هایی که بالای مردم قریش آمده است، قریشی هایی که حضرت عمر واقعا دوستشان میداشت. گمان کرد محمد صلی الله علیه و سلم است. از همین خاطر تصمیم گرفت
کشته شود. در بعض روایات اومده است که بار عمر ابن خطاب نزد خانه خدا نشسته بود، شب بود، در پهلوش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز میخوان. آیات قرآنی در گوشش آمد، سوره الحقه تلاوت میشد. حضرت عمر گوش به قرآن داد، گفت این حقیقتا شاعر ماهر بوده است. و دلش که فکر میکنه این شعرها را به چقدر جذبه دار هستند، چقدر شیرین و لطیف برآمده ایستادیان. همه وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آیه انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون را تلاوت کرد. جایی که خداوند میگه که این سخن رسول کریم است، فرستاده بسیار بزرگ صاحب مرتبه، یعنی که این قول حضرت جبرئیل علیه السلام به محمد صلی الله علیه و سلم آورده است. این سخن شاعر نیست. چه کم ایمان آورده اید، چقدر شما ناباور هستید که آیه قرآن و سوره قرآن از شعر یک شاعر دیدو فرق نمیکنید. حضرت عمر در لرزه درآمد، گفت سبحان الله، این شاید یگان کاهن است، یگان ساحر جادوگر است. فهمید که در دل من چه گذشته است. که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوام داد، ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. این سخن کاهن نیست میگه خداوند. چه کم شما پند میگیرید، چرا اینقدر کندفهم هستید؟ تنزیل از قرآن هست که از پروردگار بزرگ به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. حالا که در قلب عمر یک روشنایی پیدا شده بوده، اما بسیار خیره بود. و وقتی که شبانه تصمیم گرفت که من میروم محمد صلی الله علیه و سلم به قتل میرسانم و جان قریش به همه خلاص میکنم، در راه می آمد که یکی از رفقاش، یکی از خویش تباراش، یکی از قوم خودش بود، از بنی عدی بود، با نام نعیم ابن عبدالله واخور. پرسیدش نعیم که کجا می روی ای پسری خطاب؟ گفت من می روم محمد صلی الله علیه و سلم به قتل برسانم، همه شر و شور و همه جنجال به همه خاتمه یابد. گفت تخته به سادگی نزن، تا کجا بود؟ محمد ابن عبدالله کجا؟ تا گمان میکنه که بنی هاشم تر از زنده میمونن؟ قسم به خدا 100 پارت میکنن. گفت 100 پاره. گفت از همین گپات برمی آید که ختم سابعی شده ای. سابعی شخصی را میگن که از دینش برگشته باشد. اصلا این مشرکای بدبخت مسلمان نمیگفتند، سابعی میگفتند، کسی را که دین اسلام را برگزیده باشد از میان مشرکان. گفت تو از این گپی عجیبتر برات نقل کنم، مسلمان شدن من تو را به تعجب بیارم. از این چیزی عجیبتر نقلت کنم، خواهرت فاطمه و یزدت سعید ابن زید هم سابعی شدیان. وقتی این سخن حضرت عمر شنید، شمشیری برهنه در دست جانب خانه امو یزدش لحظیپار شد. یزدش با پسر عمکش هم هست. آمد که قدرت خدای تعالی در همون ساعت در خانه سعید ابن زید خباب ابن عرات، یکی از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حافظ قرآن است، مهمان بود و سوره طه را که نو نازل شده بود در یک کاغذ نوشته و برای سعید ابن زید و برای زوجش فاطمه رضی الله عنهما تعلیم میداد. ناخواست صدای عمر شنید، از عمر می ترسیدن. واقعا بیچاره خباب گفت که مرا در یک جا پنهان کنه که از شر این ظالم خدا پناه بده. میکشم. گرفتن در یک خانه دیگه پنهانش کردن. حضرت عمر داخل خانه شد، سلام علیکه. گفت چی صدا بود که من شنیدم؟ صدای خانشی چی بود؟ یزدش گفت صدای چیزی نه، به در گوشت آمده است، به هم دیگر صحبت میکردیم. بعد گفت من شنیدم یا سعید که شما از دین پدر و جد اجدادتان رو تفته اید، دین دیگه
دیگر اختیار کرده اید؟ هیچ عقل داره؟ سعید گفت یا عمر اگر دین غیر دین دیگر از دین جد اجداد ما بهتر باشد دین حقیقی باشد چی؟ دیگر داشت نداد. حضرت عمر یک مشت در دهن یزدش کوفت، بیچاره یزدش رفت به تخته پشت زد. فاطمه وقتی حال شوهر شدید، شوهر بسیار عزیز می شود، خاصتا که با شوهری خوب باشد، شوهری بعدل باشد، محیب باشد. پرید خیست بیچاره، خواست سری رای اکش بگیره که یک شپوتی دیگر خواهرش زد، بنی خواهرش شکست، همه در خون آغشته در بالای شوهرش رفتی. اما زن شیردل از جاش خیست گفت بله من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. یگان گپ دیگر داری؟ گفت ما روی حق پیدا کردیم، خداوند هدایت کرده است. حضرت عمر رعشه گرفت، از یک طرف دید خواهرش در خون آلوده. همین شیردیلا جوان مردا وقتی که ببینن که یگان کودک گریه میکنه یا یگان زنک گریه میکنه، او بسیار غمگین هم میشوند، بسیار یک قلب لطیف و نرم دارن. خواهرش در اون حالت دید که از نشبه یگان وجهی زد است، پشیمان شد. گفت این چه کاغذ است در دستت؟ کامل کاغذ من دبتی من بخوانم. گفت پلیدی ناپاکی، غیرتی زن ببینه. ای برادر خود در این اکسیر زن، کم نباید صدقی مرد از صدقی زن. مرگ تواری مرده که غیرت یک زن نداشته باشی. گفت تو پلیدی، تو ناپاکی، تو نجیسی. این ورق پاکیزه و تازه قرآن عظیم شان است، تو حق نداری را بقپی. برا گفت اول غسل کن بعد بیا اجازت بیت بخون. حضرت عمر رفت غسل کرد، آمد گرفت سوره طه را شروع کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله. گفت چه نام‌های زیبا، چه نام‌های بزرگ. بسم الله الرحمن الرحیم مشرکان میگفتند. وقتی که یگان مکتوب می نوشتن شروع میکردن بسمیک اللهم، بسمیک اللهم. این رحمان و رحیم او نمیشناختن، نمیدونستن. گفت چقدر نام‌های زیبا، مهربان ترین مهربان ها، بخشاینده. بعد خواند تا آیه 16 سوره طه اومد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. جایی که خداوند متعال میگوید که این است جز این نیست که الله یگانه معبودی بر حق من هستم، غیر من معبودی دیگری نیست، پس عبادت مرا کن و برای ذکر من، برای گرفتن نام من نماز بخوان، یادی مرا کن. عقیب الصلاة للذکر. گفت من چه بگم که رفیق شما شوم؟ چکار کنم که مسلمان شوم؟ گفتم باید کلمه عرضه کنی. گفت کجاست محمد صلی الله علیه و سلم؟ گفتن در خانه ارقم ابن ابی ارقم. ارقم ابن ابی ارقم یک حجره داشت، مکان اجتماعی مسلمان ها بود. در اونجا جمع اومدن به پیه صفان نزدیک بود. هر وقت میخواستن نماز بخونن یا طواف کنن میفرودن از خانه ارقم ابن ابی ارقم میخوندن و با بالا خانه میبرمدن همون مکانشو همونجا بود. از چنگال مشرکارم خلاص بدن به خانه خدارم نزدیک. حضرت عمر شمشیر در کتفش ماند و آمد در خانه ارقم کوفت. از سوراخی در یک نفر از مسلمانای بیچاره نگاه کرد. بسیار عاجز بدن مسلمانان. اونایی که با اندک غیرتی بیشتر داشتن، قوت توانایی زیادتر داشته بودن، همه حبشه رفته بودن. 83 نفر مرد. این بدگی ها بیچاره سابق غلام ها بودن، آدم های عاجز و بیچاره بودن. وقتی عمر دید بیچاره دیگه در دهشت افتاد، آمد ندا را برداشت، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. عمر آمد از شمشیر حمایل کرده. حضرت حمزه بود گفت چقدر شما داد و فغان میبرداره، چه بانگی استراب زده، آمد از بسیار کاری خوب کرده است، در بخشای. گفت اگر به کاری خیر اومد خوب استقبالش میکنیم.
میگه اگر نیتی بد داشته باشه با همون شمشیر خودش میکشیمش. شما چی ترسیده؟ در باز کنید. در باز کردن. حضرت عمر آمد، السلام علیکم گفت. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از تسمه‌ای که در او شمشیر آویزان بود گرفت و از یاخه حضرت عمر گفت ای عمر، تا کی به جان خودت جبر میکنی؟ تا از خدا نمیترسی؟ یا عمر گفت نمیترسی که همون بلایی که به سر ولید ابن مغیره اومد که خداوند در قرآن مذمتش کرده است به 10 وجه به سریت می آید، از خدا بترس. و دعا کرد اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگارا اسلام به واسطه عمر فرزند خطاب قوت ده، توانایی ببخش. حضرت عمر گفت لا اله الا الله محمد رسول الله و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. صدای تکبیر بلند شد. مسلمانان که نعره تکبیر زدن صداشون در نزد خانه خدا تمام مشرکا شنیدن. گفتن اینا را چی درد رسیده باشه اینقدر نعره میزنن. حضرت عمر بسیار شیردل بود، اسلام آورد، پاکیزه شد و از زبان خودش فرزندش روایت میکند که میگه پدرم گفت که هر کس وقتی مسلمان میشد مشرکا جمع می‌آمدند و او را لطکوب میکردند. هر کس کوشش میکرد اسلامش را پنهان بداره. من دیگر مسلمان شدم، همه قدر شاد و خرسند شدم، ای خرسندی را خوابم نمیبره، میخواهم به تمام جهان اعلامش کنم. از همه خاطر شبانه میگه نزد خانه ابو جهل ملعون اومدم، درش کوفتم. گفت کی است؟ میگه گفتم عمر خطاب. اومد در کشاد، مرحبا گفت. بعد گفتم یا ابو جهل یک خبر میخواهم به تو برسونم، بسیار خوش خبر است. گفت چی خبر؟ انشاءالله خوش است. بله میگه گفتم من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگه ابو جهل یک نفر دیگر میشید که در جاش قتلش میکرد، اما زورش به عمر نمیرسه. از همین خاطر در میگه برام سخت شپید و به ای پشت در گفت که خدا خارت کنه، سبز خره آوردی تو برای ما. نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله ما بر حقیم؟ گفت بله. گفت ما اگر زنده هم مانیم کشته هم شویم در راه حق هستیم؟ حضرت گفت بله. پس چرا گفت ما باید اسلام خودمان پنهان بداریم؟ خیزی بریم نماز آشکار در پیش چشم مشرکا بخونیم، همین دشمنی بدبخت بسوزانیم. خیزی. حضرت هم گفت خیزی. ندای الله اکبر شد. حضرت عبدالله ابن مسعود میگه دو صف شدیم. در یک صف حمزه پسری عبدالمطلب سرور شد، در صف دیگه حضرت عمر. رسول الله صلی الله علیه و سلم و مثل یک گل در بین دو صف گرفتیم و با نعره الله اکبر میگه عازم مسجد شدیم. مشرکا این جرأت هرگز از مسلمانان ندیدم، در دهشت افتادن. اومده میگه در گرد خانه خدا 7 دور طواف کردیم، 2 رکعت نماز شکر گذاشتیم. حضرت صهیب ابن سینان، صهیب رومی میگه تا زمان اسلام عمر بسیار عاجز بودیم، میترسیدیم که مبادا یگان زیان و ضرر به ما نرسه. اما وقتی که عمر پسر خطاب مسلمان شد دیگر همین قدر به جرأت میشیشتیم که به قول امروزه ویزیوه یوشی که یک کس هندوره گپ زنه گپش میگرفتیم در دهنش میگفتیم. واقعا خداوند متعال توسط حضرت عمر رضی الله عنه اسلام قوت بخشید. این واقعه اسلام حمزه ابن عبدالمطلب و اسلام حضرت عمر در ماه ذوالحجه سال 6 هجری است. ملاهایی که ملاهای 5 وقته و دیگر است، یکی از سوالو همی هم است در یوتیوب بگیره. در ماه ذوالحجه سال 6 هجری واقعا وقتی که مشرکای حال دیدن که حمزه مسلمان شد، عمر مسلمان شد، مسلمانان قوت گرفتن، مسلمانان دیگر آشکار میان نماز در پیش خانه
کعبه میخونن، پروای مشرکان هم میکنن. جمع اومدن گفتن به این راه کار بود نمیشود. اگر ما به همین شکل آرام بیستیم تمام مکه و تمام قبایل عرب اینو مسلمان میکنن. باید یک چاره بجوییم. عاقبت الامر به خلاصه اومدن که مسلمانان را محاصره اقتصادی میکنیم، تحریم اقتصادی نسبت مسلمانان، هم تحریم اقتصادی و هم تحریم اجتماعی. تحریم میدونید ها؟ اکانومیست که بلکه هم میگن مثلا بعضی دولت ها حالی در زیر همی تحریم اقتصادی قرار دارن، با او بچورا تجارت نمیکنن، داد و گریفت نمیکنن. با شخصایی که طرفداری محمد صلی الله علیه و سلم بودن، خصوصا با بنی هاشم و بنی مطلب بسیار شدید گرفتن کورا. یک قرارداد ظالمانه به امضا رساندن که در آن گفته میشد با بنی هاشم و با بنی مطلب و با پیروان محمد صلی الله علیه و سلم هر کسی که تجارت میکند یا رفت و آمد میکند یا معامله و مناسبت میکند یا دختر میدهد یا دختر میگیرد یا همسایگی میکند جزا داده میشود، به حدی که از مکه بدرگه کرده میشود. تو همین درجه را سخت گرفتند و این قرارداد ظالمانه به امضا رسید. نویسندش در بعضی روایات اومده است که شخصی بود با نام منصور، اما آنچنانه که شیخ مبارک فوری در کتاب رحیق مختوم تاکید میکند، میگد که نه روایتی نوشته شدن قیدنامه به دست منصور ابن هشام است والله اعلم و نه به دست نظر ابن حوریس درست نیست، بلکه نویسنده آن یک شخصی بدبختی بود، یک مبغوض بود با نام بغیس ابن عامر. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که همون قرارداد نوشت، بغیس ابن عامر دعا کرد که خداوند دستش خشک کردن و دستش مفلوج شد، دستش خشک شد. این بدبخته قرارداد گرفتن در داخل کعبه در دیوار چسباندن. بعد روزای سخت به سر مسلمانان و به سر بنی هاشم آمد. دیدن که بسیار وضعیت بد است، همسایه ها همسایگی نمیکنن، خوف و خطر غارت و قتل و کشتار به میان آمد. از همین خاطر ابو طالب تمام بنی هاشم و بنی مطلب دعوت کرد که بیایید در دره من زندگی کنید. این مکه خیلی هموار، حالا هم که هموار نیست، زمانهای پیش دره بود. مثل هر قبیله و هر یک گروه هر دیهچه در یک دره زندگی میکرد. یک شعب به دره با نام دره ابو طالب معروف است و همه آمدند در همونجا منزل گرفتند، خانه های خود ترک کردند. در شعب بنی ابو طالب مدت 3 سال در محاصره اقتصادی قرار داشتند. کار به حد وزدین آمد، در مکه زراعت نشود، در مکه حاصل نشود، تمام زندگی مردم به تجارت بود، اما کسی با اینها تجارت نمیکرد. هر ذخیره داشتن تمام شد. دیگر بیچاره مردم برگی درخت میخوردن، علف خار میخوردن، خار در آب میجوشاندن میخوردن. وقتی که در همون سال 3 کار به حد وزنی شد که هر کسی از نزدیکی دره ابو طالب عبور میکرد، صدای گریه طفلان به گوشش میرسید. بسیار وضعیت بد بود، وضعیت ناگوار. میشنیدن که یگان کاروان اومده است، اگر خداوند امکانشو میداد زودتر می اومدن چیزی خرید کرده میتونستن. اگر اندکی تأخیر میشد همه مال کاروان می خریدن. بدبخت دیگر قریشی های مشرک تا اینکه به این خاندان چیزی نرسد و خودشون هم چیزی تجارت نمیکردن، به اینا نمیفروختن. بسیار وضع ناگوار بود. با وجود همه مشکلی و مشقت مردم تم به تقدیر داده و صبر میکردن، اگر چند اکثریت اسلام نآورده بودند از بنی هاشم و بنی مطلب. به استثنای بدبخت ابولهب و فرزنداش تمام بنی هاشم و بنی مطلب پشتیبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. این غیرت را بینید، این جوان مردی را بینید. امروز دو برادر در یک حولی ساز نمیگیرن، اشکیش میذاره خونشار میکنه، اشکیش میذاره نیم کشته میکنه. این مرد کوئی خوب شرم نمیداره. نخوام سیله رحمه
مثل مشرک، یک مشرکایی که یعنی اسلام نآورده بدن رعایت کردن نتونیم. از برای خدا از بحر جان و مال شو گذشتن اون مردکا، یک نفرش باری هم طعنه نزد و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که همه می از دستی تای. امروز در هر قدم میبینی طعنه زنی، پیچینگ و کنایه پرتایی، احمقی، ابلهی. دو کودک به همدیگر جنگ میکنن، اکاو دادر میخیزن، همدیگر را پشتکوب و لگتکوب میکنن. از خدا نمیترسیم. این احوالی ظلم. قصه کوتاه از ماه محرم سال 7 هجری تا ماه محرم سال 10 هجری بنی هاشم و بنی مطلب همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در محاصره اقتصادی قرار داشتند. یک مرد بود با نام هشام ابن عمرو، خویش تبار مادری بنی هاشم بود از جانب مادر. روز به نزد زهیر ابن ابی امیه آمد. زهیر ابن ابی امیه پسر عمه پیغمبر است. مادرش عاتیکه دختر عبدالمطلب است. گفت ای زهیر، تو از خدا شرم نمیداری؟ سیکه کده لباسای تازه و آزاده را میپوشی. بسیار زکه به دستی زهیر، لباسای بسیار زیبا و خوشو میپوشید. بهترین طعام گلی طعام میخوری، در صورتی که خویش تبارای تو دائی و تقایی های تو همه در عذاب و مشقتن، پگه در پیش خدا تو چیو بگو شرم نمیداری؟ زهیر گفت از دست من تنها چی کار میآید به دست در مقابل این ظالم ها؟ گفت تو تنها نیستی. گفت کی از رفیقم؟ گفت اینا من خودم رفیقت میکنم. گفت ما 2 نفریم، 2 نفر کمتریم، بیا یک کسی دیگر را پیدا کنیم انشاءالله، بعد میخیزیم بر ضد همی قرار داد. آمد هشام نزدی یکی دیگر از مکی ها که با نام ابوالبختری معروف است. ابوالبختری ابن هشام بسیار آدم معروف بود در بین قبیله قریش. گفت یا ابوالبختری، من میدانم که تو راضی نیستی به همین قرار داد، زیرا بسیار ظالمانه است. تو تمام قریشی ها را دوست بداری، به همش محبت داری، زیرا خویش اقربا هستی. تو آیا راضی میشوی که خودت بخوری و بنوشی و خویش تبارای تو اقربای تو در عذاب و مشقت باشند؟ ابوالبختری گفت من 100 بیزارم از این قرار داد، نه که از دست من چکار میآید تنها. گفت تنها نیستی، من همراه زهیر رفیقای تیم 3 نفری، یا 1-2 نفر دیگر را پیدا کنیم خروج کنیم. گفت بسیار خوب، من قبول دارم. به همین نوع نزد مطعم ابن عدی آمدن. این هم یکی از سرورای قریش است، بسیار شیردل بود. این هم شریک گرفتن و شریک پنجم شو زمعه ابن اسود. زمعه ابن اسود و نه از خانه کعبه آمدن. هر 5 نفر اول به خلاصه آمدن، قرارداد نقشه و پلن کارا کشیدند و بعد جدا جدا آمدن که تا مردم گمان نکنن که اینو یکان سوی قصد پیشکی مطرح کرده باشند. زهیر در ابتدا خیست. زهیر ابن ابی امیه فرزند عاتیکه پسر عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین لباس در بدن کرده است. همین لباس اگر لباس آزاده و خوشرو باشه با انسان یک صلابت میتنه. هم ببینی اگر یک آدم سر لباسش خوشرو باشه معرکه دم برود تست میگیرن، ای بری بالا میشینوننش، تست قبول کنه. گفته یک رئیسی رفیق داشتیم، بسیار بچه خوب، از کار که میبرمد گرستوکش میگرفت، نه که همون شوفیرش بگیم، مکه تلخ بگیم، شوفیر بگیم، چی بگیم. او با فکرم در جوگای خوبش هم گرستوکش نمیکشوید، دایم در گردنش. بعد حضر میکرد همین رئیس که میریم همین رئیس خیال میکنن من گرستوک ندارم، میگذرنن ای بری بالا بشیمونن، مرا میگه قدی شوفیرها میبرن جو میکنن، با میگه که اخی رئیس هم سر لباس انسان یک صلابت میباشه. کوشش کنه که لباس های تازه و آزاده و خوش رو پوشه. همین سلمون لباسش تازه و آزاده میشه و این میک های نوپگدی هیچ که حرمت رو نمیکنه. تازه آزاده خوش رو پوشه. همین برای جوانا با خمیشی و کستون چیزی هم داره، همین قدر خوش رو کرتای سفید پوشه، تازه حق باشه، خوش رو باشه، آزاده باشه. یک شاعر میگه تجمل بالثياب ولا تبالی فإن العين
العین فوق الاختباری، لباسای زیبا بپوش، خطه بر لباس زیبا آزاده کن، پروا نکن، زیرا چشم پیش از اختبار است، پیش از عقل علم. اول مردم با چشم میبینن، با گفته میشنون، با علم و دانشی که را بعد معین میکنن که یکون سوال داری یا نداری. فعدیاش که فستریچه اید فإن العین فوق الاختبار فلو جعل الثياب على حمار لقال الناس یا لک من حمار. میگه اگر همین خره اگر همون یگان تقم خشرو بزنن، یگان زینی فسانش بزنن، در گردنش یگان زنگولچه آویزان کنن، کسی بگذره میگه ایتا خری خشرویه. اگر همین خر خشروگی داره اوخی، میگه هم سر دهنش نخته و تقماش اگر خشرو باشه، بعضیا با هم قضا که دارن اسپورا دیده میخوای با نخرگی میزنن زینت میتن، اگر همون خیلی بوشه میگه ایتا خری خشرویه. پس همون خودیرم زهاید لباس های بسیار تازه و آزاده در بر کرده بود. در میان مردم خیست گفت یا معشر القریش، به مردم قریش همه متوجه شدن. گفت شما را به خدا قسم ای خدا شرم نمیداری؟ نخم و بخریم باشامیم، زندگی کنیم، زن بگیریم، راحت داشته باشیم. بنی هاشم و بنی مطلب کیار رفقای ما هستند، خیش و تبارای ما هستند، بیگانه نیستند. اینا فرزندای مطلب هستند که یک زمان سرور قریش بود در عذاب مشقت. این چی نامردی است؟ باید اما قراردادی ظالمانه پاره شود. ابو جهل ششته بود، گفت کذاب دروغ میگوی، نامعقول کردی، او را پاره نمیکنی. که مطعم ابن عدی ششته بود، گفت نامعقول کردی، دروغگو تویی، چنی دهنت گپ زد، راست میگه اون مردن. اکم مطعم ابن عدی با ظاهر خیش تبار نیستن، اینو اکاو دودر نیستن که بگن که یو سوی قصد کردن. ابو جهل دیگه حیران شد. خیست زمعه ابن اسود گفت هر شما قسم به خدا راست گفته، هر کسی که ذره انصاف داشته باشه گپ شما رو تصدیق میکنه، کج بشین راست بگو، قرارداد ظالمانه باید پاره شود. همین وقت از یک گوشه دیگه هشام ابن عمرو خیست، از یک گوشه دیگه ابوالبختری خیست، گفتن ما راضی هستیم، غلاغوله را برداشتن. دیگر ابو جهل فهمید که پیشکی نقشه کشیدگی است. گفت این نقشه شبانه خلوت در کدوم خانه کشیده شده است. این مردم در اینجا فقط یک سپکتاکل نشان دادن، اما دیگر کار از دست رفته بود. همین وقت ابو طالب اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در یک گوشه بیچاره نشسته بود، موش سفید بیمار بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم براش خبر داده بود. گفت که همون قرارداد ظالمانه را موریانه خورد است. موریانه را میدونه؟ کریا مول میگم به روسی. اون زمانهای پیش یا در پوست می نوشتن، این پوست همه عجلش همون کریا یخته را میخرش. قرارداد موریانه خورد است گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. برای قریشی ها را خبر که دیگه هیچ نمونده است. ابو طالب هم از جوش خیست، گفت من یک سخن میخواهم بگم. محمد صلی الله علیه و سلم مرا آگاه کرد که خدا میگه به من خبر داد که همون قرارداد چون موریانه خورد است. اگر گفتن گپش راست باشه میکنیم قرارداد نقض میشود، نه که اگر گپ دروغ باشد تو تسلیمش میکنی با ما. محمد صلی الله علیه و سلم دیگه محافظتش نمیکنی. گفت که من در صدق برادرزادم 100% اطمینان دارم. من این کودک از 12 سالگیش بزرگ کردم، باری در کاری دنیا دروغ نگفته است، در کاری آخرت دروغ میگم. قبول. رفتن در این کعبه را کشودن، هر کس را نمیدادن در داخل کعبه. دیدن که حقیقتا غیر همون نام الله بسمیک اللهم تمام قرارداد موریانه خورده است، هیچیش نمونده است. مطعم ابن عدی از تنه دیوال کند پرتافتش و به همین تحریم اقتصادی بنی هاشم و بنی مطلب به اتمام رسید و از شعب ابو طالب برآمدن. جانی تازه در وجود شده می. اما در این مدت
ابو طالب سروری بنی هاشم بیمار شده بود. روز به روز مشکل میشد زندگیش. در ماه محرم آزاد شدن، در ماه رجب 4-5 ماه بعدتر ابو طالب در بستر مرگ افتاد. بیمار بود. قریشی ها جمع شدن، گفتن هنوز ابو طالب زنده است، بیاییم به یک قرارداد بیاییم که بعد وفات ابو طالب اگر زیان به جان محمد صلی الله علیه و سلم برسانیم ما را طعنه و ملامت میکنند تمام عرب که اینا غیرت و جرأت نداشتن در وقت زنده بودن شیر نر و برادرزادش دست بیازن، بعد وفاتش بعد جرأت کردن. از همین خاطر 25 نفر سرورای قریش که در میان آنها عتبه و شیبه و امیه ابن خلف و ابو سفیان ابن حرب و ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معید و دیگر سرورای قریش بودن نزد ابو طالب تشریف آوردن. گفتن یا ابو طالب قبل از او که این دنیا را ترک کنی بین ما و بین برادرزادت یک حکم کن، ما را که در حالت دشمنی نگذار. امروز ما آمدیم که همین قرارداد کرده شود، هر شرطی دارد بگذارد ما شرط قبول میکنیم، فقط با ما صلح و صلاح کند، من بعد بین ما جنگ نباشه. مال میخواهد، زن میخواهد، سروری میخواهد، همش میتیمش، فقط همین مقصدم بطای ما را دشتام نتا برزید ما مردم نشوراند. ابو طالب گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم تو چی میگوی؟ گفت عمک جان من هم یک پیشنهاد دارم، هم یک کلمه را برای همین مردم عرض میکنم. والله نه مالشون طلب دارم، نه وظیفه و منصب طلب دارم، نه زن طلب دارم، هیچی. برای فایده و منفعت خودشو همین یک کلمه را میخواهم که بگن تا اینکه خدای تعالی سعادت دارین نصیب شو بگردونه، تمام عرب و عجم هم مطیع شو کنه، سروری همه عالم شون. فقط همین یک کلمه. ابو جهل گفت چی کلمه؟ 100 کلمه بگوی قبول میکنیم، سروری عالم بشیم، پادشاه عرب و عجم بشیم، سعادتی دارای نصیب و بگرده، چرا قبول نمیکنیم؟ چی کلمه است؟ گفت بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. دستا را به هم زدن، تکیدن به نشانه تاسف، گفتم بین ما و بین این مرده که چیز روخ را میتر. این مرده کوی خوب از شما گفت چیزی من زیاد طلب نکردم، و شما را چی زور تو میآید از گفتن این کلمه؟ الله هم میدونه که خالق آسمان و زمین است، شما میدانید بر حقی من فرستاده خدا هستم، چرا قبول نمیکنید؟ که گفتن تمام با تو دیگر در صلح آشتی بسته شد، از تو یگان توقع دیگر نداریم. و ابو طالب در ماه رجب سال 10 بعثت جناب سرور عالم، در بعض جاها شاید من هجرت گفته باشم، اگر هجرت گفته باشم غلط گفتم، ولی ما به هجرت نرسیده ایم. همه همون سالهای گفته اسم سالهای بعثت است، از زمانی به پیغمبری مبعوث شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم حساب می شود. در سال 10 بعثت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در ماه رجب از دنیا گذشت. قبل از وفاتش ابو جهل ملعون همراه عبدالله ابن ابی امیه به عیادت ابو طالب آمده بودند، در گوشه نشسته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزد عمکش آمد، دستش گرفت بوسید، گفت عمک جان قبل از او که جان تسلیم کنی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، تا به همین کلمه من حجاب تو از آتش دوزخ شوم. وضعت بیزیب است. یا عم قل لا اله الا الله کلمتا احاج لك بها عند الله، من حجاب تو میشوم، ترا از عذاب قیامت نجات میتم، رحمت خدای تعالی انشاءالله به تو میپیوندد، فقط همین کلمه را بگو لا اله الا الله. ابو طالب میخواست گپ زنه، همین وقت بدبختی ابو جهل
از یک گوشه صداش بلند کرد که یا ابو طالب تو دینی پدرت عبدالمطلب ترک میکنی؟ دینی پدر تا یک امر مدید عبادت کردی و پیروی کردی امروز ترکش میکنی؟ و از بس که ابو طالب از هدایت خداوندی که محروم بود، ببینه که این هدایت این توفیق چی دولتی بزرگ است. در آخرین لحظه علا ملت عبدالمطلب گویان جان به جان آفرین تسلیم کرد، به کفر از دنیا رفت. اهل سنت و جماعت اتفاق دارن برادر و عزیز. گپوی هر خیله اگر شنیدید بفهمید که گوینده سخن اهل سنت و جماعت نیست، از اهل تشیع است. هر کسی گوید که ابو طالب با ایمان مرده است، زیرا در صحیح ترین کتاب ها بعد قرآن عظیم شان در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایتی با کفر مردن ابو طالب امک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است. پس این چه نعمتی بزرگ است که خدای تعالی میسر ما و شما گردان. توفیق رفیقی است به هر کس نرسد، نقش پری طاووس به کرگس نرسد. ابو طالبی که از سن 12 سالگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مثل یک گوشه جگرش تربیه کرد، نگذاشت که خار در پاش بخلد، نگذاشت که یک دشمن ذره ظلم جور نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم روا ببیند. همین ابو طالب از هدایت خدا محروم از دنیا رفت، اما ما و شما در مفت رسید است از برای خدا. از پدر و مادر مسلمان مفت ایمان به دست آوردیم. افسوس و صد افسوس که نه همیشه به قدر این نعمت بزرگ میرسیم. البته از بس که ابو طالب دفاع از پیغمبر میکرد، حال او از حال دیگر مشرکان فرق میکند. ما با شما گفتیم که ابو لهب ملعونه که خداوند غضبش نسبت او در قرآن بیان کرده است، ابو لهبی که با کفر و با دشمنی محمد صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته است. در کتاب های صحیح از جمله در صحیح بخاری اومده است که در خواب یک نفر از اقربای خود میزند، یک نفر از برادراش، و وقتی از او احوال پرسی میکند که چه حال داری، گفت که بسیار عذابم شدید است، اما هر شب دوشنبه به خاطر خشنودی که به تولد محمد صلی الله علیه و سلم ابراز نمودم و کنیزم سویبه را آزاد کردم، خداوند از میان دو انگشتم، نرانگشت و انگشت اشاره، یک آب شیرین پیدا میکنه، همون را میمکم. پس تصور کنه که ابو طالبی که در جان رسول الله صلی الله علیه و سلم بیچاره بود، البته که انشاءالله خداوند از بسیاری بلاها او را ایمن داشته است. بخاری روایت میکند از عباس امکی رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عباس میگه پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آوردم، میگه گفتم یا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشیء؟ میگه گفتم که ای پیغمبر خدا، آیا تو به ابو طالب یگان فایده و منفعت رسانده میتونی؟ آیا یگان فایده تو به ابو طالب میرسد؟ فانه کان یحوطک و یبغض لک و یغضب لک. ابو طالب تا زمانی که زنده بود تو را دفاع میکرد، تو را با مواظبت غمخوری محافظت میکرد، به خاطر تشنه به تمام قریش غضب اظهار کرده است. آیا از یگان فایده و منفعت میرسد به ابو طالب؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در جواب فرمود نعم هو فی زحزاح من نار لولا انا لکان فی درک الاسفل من النار. گفت بله، ابو طالب امروز در آستانه دوزخ است، در جایی است که آتش از بجلک پا بالا نمیبروید، تو همین بجلک پاش در داخل علاوه. اگر من نمیشیدم، اگر زاره و التجای من نمیشد، ابو طالب البته در کام جهنم میپرداختند، در قعر جهنم در پسترین درجه میپرداختندش، زیرا پیغمبر خدا را دریافت و ایمان آورده به این حضرت از دنیا گذشت. یعنی در حق مشرکا، در حق کفار دعا کردن، دعای استغفار و دعای رحمت خدا کفر است. بچه دشتونا در سر تو بگیری. من یاد دارم که یک زمان عازم کلوب شهر بدیم، چی معرکه بود، در راه می رفتیم که تلفن شد از ناحیه لینین
از ناحیه رودکی کس اومده است برادرش نصرانی شده بوده، همون نصرانی مرد است، برای تردد جنازه که چیکار کنیم گوش که گفتم برادر جنازش اوسو بسته اگر چند برادرت است اگر بگوی که خداوند رحمتش کن نعوذ بالله کافر بشه، تو چی فکر داری؟ کدام جنازه را برای مسلمان میکنن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی ابو طالب عمکش مرد گفت یا ابو طالب تا زمانی که خداوند منعم نکنه در حق طلب استغفار میکنم که خداوند گناهاش بیامرز مغفرت کن. همون زمان خداوند آیه نازل کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العظیم. خداوند متعال بیان میکند که پیغمبر محبوب ما محمد صلی الله علیه و سلم و مسلمانان حقوق ندارند که طلب استغفار مشرک ها را کنند، اگر چند خیش اقرباشون باشند، اگر چند پدر و مادرشون باشند. وقتی که آشکار شد خداوند حکم مشرک برآورده است که او اصحاب جحیم است، او دوزخی است، دیگر رحمت در حق او چی معنی دارد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند نهی کرد، منعش کرد از اینکه طلب استغفار از برای عمکش ابو طالب کردند. حضرت بسیار محزون شد، همین قدر جگرش خون شد که مردی که این قدر خدمت کرده است، این قدر محنت کشیده است، امروز از طلب استغفار من محروم، از مغفرت خداوند محروم، این احوالش چی می باشد؟ از این خاطر خداوند متعال پیغمبر خیش تسلی بخشید. در سوره قصص آمد است که پروردگار متعال به پیامبرش تسلیت فرستاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. ای حبیب من گفت به درستی که تو کسایی را دوست می‌داری هدایت کردن نمیتونی، هدایت در دست تو نیست، هدایت در دست پروردگار است. او الله بزرگ است که هر کسی را بخواهد هدایت میکنه و هر کسی را که از هدایتش محروم شد همتا محروم زار و نزار میماند. خداوند خودش میدونه که کیها هدایت مییابند، از این خاطر درون خط نخر. اما به هر وجه صورت برای حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم خداوند بشارت داد که ای حبیب من عمکت اگر چندی به شرک کفر رفته است اما به خاطر تو از فرط محبت تو او را در قعر جهنم نمی اندازم، در آن همون آستانه دوزخ ای همین در دوزخ درون میمونمش، زیرا کافر و مشرک بود. خداوند هیچ وقت کفر نمی بخشد، شرک هیچ وقت نمی آمرزد، در جایی که آتش از بجلک پاش بالا نمی بروید. این بود احوالی ابو طالب عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم. از بین 3 ماه دیگر گذشت، در ماه رمضان زوجه محترمه رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مسلمانان بیبی خدیجه بنت خویلد عالم فانی را بدرود گفته و به رحمت خدا پیوست. در سین 65 سالگی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم 50 ساله بود در همون سال 10 بعثت و زوجه محترمش مادرمان بیبی خدیجه 65 ساله بود، 15 سال از پیغمبر خدا بزرگ بود. ما در این موضوع صحبت کرده ایم، حاجت به گفتار زیاد نیست. خدا رحمت و مغفرت کنه مادرمونه. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان گریست بالای مرده زوجش که مثل که طفلک بالای مادرش گریه میکنه. حضرت بعداً به درد رنج به علم میگفت که وقتی که تمام مردم از من رو گرداندن خدیجه آغوش شیخچه باز کرده مرا با آغوش گرفت. زمانی که همه مردم را تکذیب کردند، دروغگو گفتند، بیبی خدیجه ما را صادق گفت، دین ما را قبول کرد، اسلام را قبول کرد. زمانی که همه مردم از بحر من گشته بودند، رو تافته بودند،
تمام مال و ثروت به من بخشید. اولا در اختیاری من داد و در صورتی که خداوند از کودک یافتن از دیگر زنها مرا محروم کرد، بیبی خدیجه به من فرزند داد. یعنی از دامن بیبی خدیجه خداوند متعال به من فرزند داد، از جمله 4 دختری که به سن بلوغ رسیده و همه شوهر کردند و در حقش دعای خیر میکرد. و مادرمون به حد مهربان بود که تا زمان زنده بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یگان مشقت احساس نمیکرد، یگان مشکلی را احساس نمیکرد. در خبر آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعضا در غارها می رفت، خلوت اختیار میکرد، به عبادت خدا مشغول میشد، روزدار. و مادرمون کوزه در پشتش، در داخل کوزه تمام پیغمبر را میگرفت، در همون کوه میخرید و میبرد و میسپرید. بار حضرت نشسته بود که جبرئیل امین علیه السلام داخل شد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم خدیجه میآید. گفت زوجه مهربانت در راه اومده است. گفت در کتفش یک کوزه برای طعام آورده است. ادام وقتی که داخل شد سلام خداوند براش برسون. سبحان الله، خداوند به یک بندش توسط جبرئیل امین علیه السلام سلام فرستاده است. سلام خدای متعال از براش برسون و براش بشارت ده که پروردگار برای او در فردوس اعلی و غیر او قصرهایی که به مردم عطا می شود با یک خانچه کرده است از نی، از قمیش مخصوص بافتگی تازه و آزاده نازنین و بشارتش بده که همون خانه منتظرش است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سال دهمی بعثت عام الحزن نام کرد. سال حزن، سال غم، سال اندوه، سال مصیبت، سال مشقت. متاسفانه ساعت تمام شد، وقت ما به آخر رسید. انشاءالله حالی هفته آینده وقتی که صحبت ادامه میدهیم بعد میبینه که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه عذاب و مشقت هایی را متحمل شد بعد وفات ابو طالب، بعد وفات مادرمان بیبی خدیجه، چی بلاهای به سرش اومد، چی عذاب و مشقت هایی را متحمل شد. انشاءالله هفته آینده در اطراف این موضوع ها صحبت بکنیم. پروردگارا زحمات و مشقت هایی که مسلمان های عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیدن، خصوصا او زحمت مشقت هایی که مادرمان بیبی خدیجه کبرا کشیده است، پروردگارا میسر گردان زنای ما را، مردای ما را که از او عبرت گرفته و صابر باشند، صبور باشند. و پروردگارا زنهای ما را آداب و اخلاق حسنه ای را که به ازواج مطهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاصتا به مادر ما بیبی خدیجه عطا کرده بودی عطا فرما، تا اینکه حرمت احترام شوهرای مسلمان خودم به جا آورده و توسط دعای شوهرها در جنت المأوا مستقر گردن برحمتک یا ارحم الراحمین. در حق یک عیده برادران دعا میکنیم. برادر ما حاجی سفر، این حاجی سفرو بسیارن، با نگه که همیشه در حق یک از دعا میکنه. یک حاجی سفری هم سبق داریم، خدا نگهبانش باشه، پروردگار سعادتی دارین نصیب روزیش بگردانه. در حق برادر ما حاجی سلطان که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل بسازه و فرزنداش هم استقدش محیب بزرگ بسازه. در حق برادر ما حاجی فرخ که بسیار محیب است و مهربان است، خداوند نگهبانش باشه، دعا میکنیم. در حق یک خواهر اسلامی که آرزوی فرزنددار شدن در دل دارد و در حق تمام خواهرای اسلامی در زمین، تمام دخترامون از جمله دخترچه خودم ولی فرزند نداره، دعا میکنیم پروردگار رو براشون فرزندای صالح مسلمان نوری چشم خادین دین مبین اسلام عطا فرما. در حق برادر محمد سعید که در صدمه نقلیاتی از پشت محروم شده به دعا میکنیم که خداوند براش صبر جمیل عطا کند، پروردگار سربلندی و سعادت نصیب روزش بگردانه.
در حق برادر حاجی مرحوم رحمت شاه دعا میکنیم. یک برادری، یک همسایمون، شخص بسیار قدردان، سن سالش هم جوان بداری، در 50 نرفته بود، همین دیروز از دنیا گذشت. دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کنه، پروردگار در جوار رحمتش مستقرش بگرداند و خداوند به پدر موسفیدش حاجی جمیل در این مصیبت بزرگ صبر جمیل ارزانی دارد. در حق برادر ما حاجی تیمرشاه دعا میکنیم که پروردگار در کسب و کار زندگیش برکت عطا کند. در حق استاد داملو محمدی که هر بیمار است و در حق ایشان عبدالشکر که بیمار هستند دعا میکنیم پروردگار رو براشون شفای کامل و عاجل عطا فرما و سایه‌شون از سر قوم‌ها و از سر فرزنداشون کم نگردان. در حق پدر و مادر یک برادر اسلامی در همین دهنی در این مسجد التماس کرد که در حق پدر و مادرم دعا کن. در حق پدر و مادر ای و پدر و مادرای تمام مسلمانان از جمله در حق پدر و مادر خدمم نیست دعا میکنیم که خداوند در رحمت مغفرتشون کن و خداوند در جنت المأوا همراه پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مستقرشون گردان. آمین یا رب العالمین. هفته گذشته آیه سجده تلاوت کردم. همین خیلی کار به همه برادرایی که همه آیه سجده را شنیدین یک سجده تلاوت واجب شده است. من گمان کردم که شما انشاءالله خودتون میفهمید اخی انشاءالله قوم این مسجد همش میدونن. سجده تلاوت از جد قایم میشوی رو جانب قبله به نیت سجده تلاوت حجت نیست که به زبان بگویم، در دلت نیت میکنی نیت سجده تلاوت الله اکبر گفته سجده میکنی، رکوع نداره، همه الله اکبر میگوی سجده میکنی و در هنگام سجده 3 بار سبحان ربی الاعلا یعنی تسبیحای سجده را میگوی. بعد با الله اکبر گفته میشینی یا نمخیز میشه، بعد میشینی اوش اختیارت به دست خودت. اگر کسی دعاش بدونه سجدت للرحمن آمنت بالرحمن فاغفر لی ذنوبی یا رحمان سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اما اگر کسی نمیدونه بگه خداوند همین سجده تلاوت ما قبول فرما، همین کفایه است، این همین مقدار است. و هر کسی که همون آیه سجده را از ما شنیده باشه برادرای عزیز در ذمه همه یک سجده تلاوت واجب شده است و اون سجده تلاوت در گردنت میسته، شرط است که حتما اداش کنی. انشالله همین روز وقتی که نماز خوندیم خود در مسجد خود در خونه ها تو بعد که رفته و همین طریقی که من بیان کردم یک سجده تلاوت کنه همون واجب عظیمت و ساقط کنه. یک برادر گفته است در حق مادر من دعا کنید که خداوند مهربان برای شفا عطا کند. پروردگار به مادر تو و تمام مادرها و خواهرای مسلمان شفای کامل و عاجل عطا فرماید. آمین. هر چیز و ادای صالح مسلمان نوری چشم خادل دین مبین اسلام عطا فرما. در حق برادر محمد سعید که در صدمه نقلیاتی از پشت محروم شده بود دعا میکنیم که خداوند براش صبر جمیل عطا کند، پروردگار سربلندی و سعادت نصیب روزش بگرداند. در حق برادر مرحوم رحمت شاه دعا میکنیم. یک برادری، یک همسایمون، شخص بسیار قدردان، سن سالش هم جوان بداری، در 50 نرفته بود، همین دیروز از دنیا گذشت. دعا میکنیم که خداوند رحمت مغفرتش کنه، پروردگار در جوار رحمتش مستقرش بگرداند و خداوند به پدر موسفیدش حاجی جمیل در این مصیبت بزرگ صبر جمیل ارزانی دارد. در حق برادر ما حاجی تیمرشاه دعا میکنیم که پروردگار در کسب و کار زندگیش برکت عطا کند. در حق استاد